الله أكبر. العدو طريقنا بجدار وأحاطنا بمنيعة الأسوار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، ما الان قرار داریم در مسجد حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسرای قرآن، پسر عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم. از زمانی که حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسران از مکه کوچ کردند و به شهر طائف آمدند، ما بیان کرده بودیم برای چی کوچ کردند. در اینجا سکونت کردن. از اینجا، از همین مسجد، از همین مسجد دیده سادگی این قرآن را نگاه کنید. اینجا دایم همین جای قرآن است، جای حافظای قرآن است. این طرف ببین، از همین مسجد قاری های برآمدن، حافظای قرآن برآمدن که جهان اسلام درخشانیدن، در تمام دنیا پهن شدند و که هزارها شاگردای دیگر مثل خودشان حافظای قرآن برآمدن. مصدرش انمی جبد، مکان حافظای قرآن انمی جبد. تا امروز از اینجا بهترین حافظای قرآن میبراید و در تمام جهان پهن شده. خصوصا در حرم چیکار میکنن؟ امام خطیبی میکنن، درس میتن، هزارها میلیونها انسان‌ها دیگر تعلیم قرآن میتن و حافظ قرآن میکنن. نگاه کنید، یک حدیث برای شما بیان میکنم که از بگیم که اساسگذار همین مسجد، یعنی عبدالله ابن عباس که مسجد به نامش هست، سینش تقریبا از 10 ساله خورد بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهش بود، از پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرکب سوار بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ الله یحفظک. گفت: ای پسر بچه، من تو را یک سخنهایشان میتم، یا نصیحتت میکنم. احفظ الله یحفظک، حدود الله را حفاظت کن تا الله تو را حفظ کند. حدود الله چی است؟ انمی قرآن، شریعت الله. انمی شریعت الله را حفظ کن تا اینکه الله تو را حفظ کند. احفظ الله تجده تجاهک، در هر جای باشه حدود الله را حفظ کن. تعرف الی الله فی رخاء یعرفک فی شدت، در وقت دارایی، توانگری، در وقت سالمیت چه حدود الله را حفظ کن، در راه الله خدمت کن، به سخن الله عمل کن، مردم به راه دین دعوت کن، برای مردم مسجد بنیاد کن، طهارت خانه بنیاد کن، دست مریضا را بگین، دست فقرا را بگین، در حالت توانایی یا برادر تا کمک کن، تا اینکه در وقت تنگی و سخت دستید الله دست تو را بگیرد. این را رسول الله صلی الله علیه و به یک کودک 10 ساله خورد تعلیم داده ایستاده. بعد پیامبر صلی الله علیه و چی گفت؟ عقیده را براش آموزان: و اعلم ان الامه لو اجتمعت علی ان ينفعوك بشیء لا ينفعوك الا بشیء قد كتب الله لك. گفت اگر تمام این مردم روی دنیا جمع شوند تا اینکه برای تو فایده رسانند، فایده رساندن نمیتوانند مگر آنچه که الله برای تو نوشته است. اگر الله بخواهد بر تو ضرر برساند، تمام مردم روی دنیا جمع شوند که بر تو فایده برسانند، برای تو هیچ فایده رسانده نمیتواند. و این اجتمعوا علی ان یضرک بشیء لم یضرک الا بشیء قد كتب الله علیک. اگر تمام مردم روی دنیا جمع شوند که برای تو ضرر برسانند، تو را بکشند یا که برای تو ضرر سخت برسانند، ضرر رساندن نمیتوانند مگر آنچه که برای تو الله نوشته است. رفعت الاقلام و جفت الصحف، چه صحیفه ها، قلم ها برداشته و صحیفه ها خشک شدند. یعنی تمام مردم روی دنیا جمع شوند اگر بر تو بخواهند ضرر برسانند، اگر تو در حفظ الله باشی، هیچ کس برای تو ضرر رسانده نمیتواند. این نصیحت مشهوری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساسگذار این مسجد عبدالله ابن عباس کرده بودند و در حق این عبدالله ابن عباس دعا کرده بودند که الله در علم تفسیر برای این ذکاوت بده و دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول شد و عبدالله ابن عباس شاه مفسرای قرآن است. بهترین تفسیر عبدالله ابن عباس است که شرح قرآن داده است. و برادران چی گفتنیم؟ برادران، روزی می شود که ما میمیریم مثل خواب کردن، باز روزی هست، روز قیامت دوباره زنده می شویم مثل از خواب خستن. زندگی دنیا یا به خاطر رفتن به دوزخ است یا به خاطر رفتن به بهشت. اگر بخواهید که خاصی همه ما و شما همین است که الله سبحانه و تعالی برای ما را وارد بهشت کند، اگر بخواهید وارد بهشت شوید، راه دیگر جز این راه قرآن نیست، جز این همی راه نیست. خودتانم به این کتاب دست بزنید و فرزنداتانم و
آخرت خودتان نجات بتین، خودتان از آتش دوزخ نجات بتین. این بود یک چند سخنهای در مسجد حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسرای قرآن. سلام علیکم و رحمت الله.